تعمیرکارای عزیز، یه دونه قطعه خرد شده و کهنه و پوسیده اینجا داریم. این شبیه این بود، منتها خب جنس از پلاستیک به خصوصی هست خشک که نقش اینه که این کلید سلکتور، کلید فوروارد ریواند پلی حرکت کنه و درست کار کنه. من اینا چون به سفارش بدی خیلی هم گیرون هست تو سایت، یعنی من این دستگاه رو خریدم 11 یورو. این قطعه که الان خرد شده شبیه این هست، این حدود 30 یورو است. این قطعه از 2 برابر قیمت این دستگاه است. این دستگاه مشکلش این بود، یه قطعه است اونجا که من توسط این قلتک مال ضبط کاست هستم، قلتک قسمت کاست یا فیته، این رو اینجا جایگزین کردم. این الان این میله رو هم براش میله به اندازه و سایز و بریدم، از یک ویدیو باز کرده بودم این میله رو. در هر صورت الان بسیار عالی کار میکنه این دستگاه و مجددا مشکلش برای همیشه برطرف شد. این دیگه اینو کمپانیش دیگه، این فقط کافی یک چسب مختصر اینجا میده که میله نیاد بیرون. واقعا بی نقص درست شده. این چون یه چرخنده اینجا هست، لبهایش اینجوری بالا و پایین هست و گودی داره، این نقشه بازی میکنه که این تو حالتهای مختلف بره داخل شیار و موقعی که به سمت قسمت برجستگیاش میرسه باید حرکت کنه بالا تا تغییر حالت بده. الان این مثل اولش که کمپانی ساخته بهتر شده، به دلیلی که هم حالت انعطاف پذیری نرم داره و هم بسیار مقاوم هست. این دیگه به هیچ وجه خراب نمیشه. این پلاستیک بوده، به مرور زمان و به خاطر سن و سال این دستگاه کلا از بین رفته بود. خلاصه این دستگاه را عالی درست کردم، چرخه مصرف برگرداندم. الان این بله، تا ویدیوی بعد، خداحافظ.